هیلک جو ای که دیر نمیشه همین گسپندار که برداری بیاری و سرا با تو یک بیستی هم میدم. تو آدمی فکر کو بیستی بیتر یا پیار تو بیستی که تو 4 تا پوفک میدم. یاره ما اگر این پولا یاد نکنیم بعد 100 سال دیگه هم نمیتونیم درست کنیم از اینا. گوشی واسه پولای درک نداره. ما از کجا آوردیم؟ ما اگه می‌داشتیم گوشی مفت می‌دادیم. سلام علیکم. اینجا خوبی بخیر سلامت اینجا شما جور بخیر. شکر زنده باشین سلامت باشین. خوب بودن شکر. نه من کار دارم. خیریت بود. من بیانا گفتم که مولان میگفت که همون گوشی به دختر خانم که بدادم بفهمیدین. همون گوشیگاه که اگه پولکای هست بدین اول که ببخشید من گپ با شما میگم. به خاطر که قبض برق بیامده پول نه اقتصاد ضعیفه. همون پول اگه دارین بدین. آخه پول گوشی. چه گوشی بدم؟ همون گوشی که مولان من ندادم به خانم شما زن شما. آخر که گفتم در وقتش تیم پولا بدم اصلا ما چند چقدر وقت شده 20 روز نمیشه میفهمین دیگه اقتصاد ضعیف کار نیه قبض برق بیا اومده یه دفعه بیا میتره میبرم بی برق میشه. آخه عباس خود دیر نمیشه. مادر عرفان گفت اگه هر وقت که خالم گفت خدا با تو پول داد بابا دی با 2000 روپیه پولی نی آخه. قبض برق شما چند آمده؟ قبض برق 5480 دیده. خب با 2000 روپیه کجا میگیره که ما با 2000 روپیه با نیاله عباس. چنده؟ 2000 روپیه. 2000 چی؟ همین 2000 پول گوشی. نیاله از این 2000 به کجایه؟ چنده؟ 6000 روپیه گوشی. 6000 روپیه؟ آه دیگه ما به 2000 داده مدرمه. گوشی به 6000 داده؟ آه میشه 6000 که شما بده میرن قبض برق تعیین میکنه 500 با ما میمونه. آخه که مادر عرفان میگه گوشی به 2000 روپیه اسلام. نه گوشی به 2000 میده خب شما که بدیدین دیگه گوشی. تو بیا عباس پسرا بیا پسرا کنم. تا خالت تو بیا. کسی نیه؟ بیا نه بیا. نه عباس خیر نه گپ خوب جنجال نیه دیگه حالا ما نمیده جنجال کنیم. تو این گوشیگاه به 6000. تو برو عرفان مادر خود صدا کو بده بگو بیا. باید امروز اگه میگفتن که ایران بود نه این بود 2000 نمیدن دیگه مدام گوشی به 2000 میده. زربونه بیا اینجی. سلام خوبی بخیر سلامتی شکر زنده باشی. نه میرم میگم همین گوشی اشته نه گوشی به چند دیستین عباس سال بیا مونده میگه گوشی 6000 روپیه قیمتی میده. تو خب به من گفتی به 2000 خاله من گفت هر ده پولار دیشتی بدی اشته نه. مدام گفت اگه می قبض برق ما بیام اومده پول کار داریم بدن دیگه نمیشه ما. با این به 6000 روپیه گفت تو به من نگفتی 2000 روپیه. آخه تو که به من گفتی به 2000 روپیه خاله من گفت هر وقت دیشتی پولار بده. این با سر 6000 روپیه بدل کا. لا اله الا الله. اگه قبض برق ما نمیامد ما هم نمیامد دیگه. آخه زن 6000 روپیه کی داره که بالی گوشی بده کور بدی به دست بچه نادونه. با بلا برات 6000 روپیه تو فکر میکنه که چه سر می گوشی به بچه نقص داره. شما بعضی از شما زنکو به اندازی بیعقل که جا نداره به بیعقلی شما. آخه این بچه کلا می چیشای همه نور میبره. هیل لماز بچه 6 ماه میشه گوشی به دست میده گاجون موایه. آخه میفهمین چه خسارت داره گوشی. شما دشمن بزوی میاره. همین مردم بعضی اینا فکر نمیکنن مثلا که گوشی چه خسارت داره به بچه. با کجای گوشی برو بیاره. من 6000 روپیه برای این روغن میستونم به خونه خو میارم که تا به 6 ماه بیغم باشم. خب باشه بچه من بنزین میکنه خودی برو گوشی بیار گوشی 6000 روپیه 1000 روپیه به کیسی من نیه. بابا کیسی بچه ما باشه. بچه نادونه. همه در عقل و فکر و هوش نداره که بابا گوشی ببین بچه نادون نقص داره. دیگه من نمیفهمم. آخه گوشی دشمنه برای بچه خود کلا چشمای حافظی و همه را بالای گوشی. این گپ شما رو اصطلاح رمضان ببین برای بچه خود گوشی خوب نیست ذهن ضعیف میشه. بیار اگه چه گوشی بیار. همین عباس چونه؟ شما سعی کنین همین گوشی با 2000 کی به شما میده گوشی نوه. عباس چو گپ تو راست برو جو راست میگی میفهم گوشی شما ارزش بیشتر از 6000 داره خیر بینی. مونتا برارم من هیچ زر نمام که گوشی 6000 روپیه بالی بودم که بچه مور بازی کنه. حال بلا برای 6000 میگم به بچه ضرر داره نقص داره کلا.
حافظی بچه خود مثل کست خیلی میمونه که هر چی بروی ثبت کنی همون بروی حافظی ثبت میشه. این بچه نادون وقت کلونش کلا حافظی و عبازی و گوشی اینا پر میشه. مدام خیال کنن که به خود خماین. حالا من چیکار کنم گوشی؟ هیچ چی برو از ما نمایم تیری شاید یک مدام گوشی ساده قبول بکنه نکنه. هسته. مدام شاید قبول نکنن آخه چند وقته. عباس 20 روز بیشتر نمیشه با این خواهد دکون نخریدم مادر تو خاله زن میشه بیگونه کنیم آخه. باشه گوشی اگه خراب بود مشکل داشت بیار اگه ما برمیدار. باشم برو بازم بگو با مدام خصه کنی چی. سلام بگو راد سلام بگو بابا ما خبر نداشت اون رمضان گفته که ایر به 2000 روپیه خریدم با غیر از 6000 روپیه مبالغ گوشی بود و اینا بگو خرج خونه خور میکنم. بازم ببخشید دختر خاله معذرت خیر گپ نیه دیگه خدا سرشون نمیام. خیر میره. بیا که بریم چای بخوریم. زنده باشی میریم. سلام هم بگو با ما. و علیکم السلام. خداحافظ شما. خیر باش. خداحافظ. یه دقیقه تست دقیقه. آره بابا. ده دفعه شما گفتم این نجون تیار کنم تو سنش موانه میشه. بابا جان من کامل تیار میکردم عباس به من گفت بیا برو به سرا به رمضان اینا پولا گوشی چون گوشی که بفروخته پولا گوشی نه میگه بستو این 3 ساعته خودم جنجال میکنه آخر خود برفته. بالا کده که گلو. ها؟ اشتا بالا کنم بابا. واسه که نفته که با من دنجگاه دسته گساله تیار کنی. ها؟ شما تاشین. اون تشویشته به گیلار بگیرم. من دکتر رو بوم نمیشه. میشه. بندو. بگیری ورداری بابا ورداری بابا. اگر کمی بندازم بابا. کم بیا. بابا. ها. دگم بیارم. بیار دیگه کم ها. ما این خشتی هم بگیری دیگه. بگو یک دیتا از این خشتان بیارد پرسو. ایلا. همین گوشیش تو گوشی بیده. گوشی بابا گوشی مادر ما بده بیده به زن رمضان. خو. و بچه خو ماسته چه بکی ماسته به قرض. خو. انا عباس گفت اگه برو مادر میگم پولا گوشی باشه گفتم من نمیتونم نه به من پول میدم پول ما در پیش ما گم میشه. خود برا. دو بار و گپ گیری نه که ما وقت پول میآوردم گیلار تیار میکنه بگیری. بده که نگاه. بس یک بیل گیرم با خود بیا. گل. خوبه. چابک شده که گیلا. چابک شده که چکار میکنی؟ استده که فقط عروس میاری. قبض برق چکار کنی؟ تحویل کردی؟ قبض برق؟ همون را پولا را عباس گفت نه میگو پولا را بستون عباس که قبض برق تحویل کنی. بندو. بس بابا. بس. بابا بیایی تاشین که دم مقبول گل کنیم. خب. نودونه ناوردیم بابا. ناوردین نودونه؟ نه. وای. دستی کو کلی دام چیزی بدین دام خونه بدین. بابا کلی نیه کلی پیش تو. نه. اما بندختی کلی. بابا ندادیم دستمه. خب ولی سکونه دام خونه نیه تا خونه نودون. والا میشته واسه هم رسان گلمال میشه اشته کنم. همین تا اسکت کن به دندون خوب بگیریم بابا بدین دستمه. همین تا به دندون خوب بگیریم. به دندون خوب بگیریم. اشته بودم دست تو. همین تا بندازیم بابا. بندازیم بابا. بگیرم. یالا دی بندازیم. برگل نشه. تکی سو واسه ناگه سو داکی. همین ندونی چی واسه. بابا ایلا بابا مگه آشغال نیه به کیسه شما. ولی تو آشغالات چی کردی؟ تو کلی رو برو سکن ندون واسه بیا تو شونو. خوبه. اگه باشه بابا به اینجوری. دیگه کنن دیگه.
چکار میکنی دیگه؟ آه بیدا پیدا چکار میکنی دیگه گیلا؟ بابا آنی همی هسته ای کو نمیشه ای میشه پلاستیکی نیه بابا آنمی این نمیشه چرا نگون دیگه خود کجا پلاستیکی گمه چون بابا هر کس میده ماتات فاتادی ببردن بفتاده ببردن پس من چکار کنم دیگه؟ ها پس من چکار کنم ببرم دیگه؟ نمیفهم چکار کنم پس برو از خونه یک نویدون ورده بیاره از کجا بیارم بکنم از این نویدان خونه دیگه چوکی لوله نیه من خونه تو یک کار که برو من خونه گندمو ها من پارسال یک چوکی لوله وقت شمیر ورده بیاره من خب. خونه گندمو ها خب این نمایی این نمیشه بزی بابا گردانم و بند باشه عزیب برم زده بابا برو دیگه حالا من میفهم شما با بیایی سعی کنیم میلوم ده خونه لب میزده بابا اینا آنه بابا از می اره میکنه تو دیونی شدی لوله پمپ اشتال عره کنو ها خوبه بده دیگه زودی خوبه گیلا گگن حال که رفتی نماز دگر با بیاره که من رو میگم روی بوم خوش بخونی کی و قربان دم دروازم شام تلای صدا استان لیلا خیرات جان خیرات جان تو جوره چی گپایه قراره جان جوره سلام داشتی خوب شد تو بدیدم گیلک جو آه. خدا دیگه نمیشه رفتن نمیتونم برو با باغچه ما خب و تا قبالم گسپندا اونجا گایه همون رو از قبال به در کوردو بیا بسرا آخه برارم من مایم برم لیلا جو بسرا فهمیدی به خاطر از این کمی خونه کاه پوخامو انا ای بارش کردی بده نویدون بفتاده بلوم بیده که ای بلوم بیده نویدون انا بلوم بیده با نویدون ما چون کی ببرده انا پیار میگفتن برو نویدونی بیارن پیار من باله بم شیشته متل نویدون گیلک جو ای کو دیر نمیشه همین گسپندار که برداری بیاری بسرا با تو یک بیستی هم میدم تو آدمی فکر کو بیستی بیتر یا پیار تو بیستی کو تو 4 تا پوفک میدم کوت کو بگی نگی بیستی کا پیار می بیتره دیگه کو خلاص بیستی کو شکم تو سر میکنه خب پیار تو چی میده که شکم تو سر شه حالا میره جیگر تو از کار کرنده میکنه بعد از این هم میگه برو یک پیاله چای خود لقمه نونی بخور بیستی کو بیتره برو گسپندار بیار بیا بدم سر کو بیستی هم بودم من میرم پس سر نقدیه دیگه نسیه نه نقدیه دیگه های دیگه طول ما قطر بخورده بودم تو میگی نقدیه برو گسپندار وردا بیار خب وش کو بگیری که بابم زمینا مردم نه نظر وش کو بگیری که بابم گندما مردم به زمینا مردم خور نه نظر نه که باز بغل مغال کنه من میرم به خونه منتظر تو بیای خوبه می تو برو یک کاری بکن در سرمو با خونی گندما من نویدونی هم بیار ببر ایلا روزم بدم سرا بیام و مادر تو حسابی خرابه نمیفهمم به گفت روزم بدم سرا بیام و تو کار داشتم خدای ورستی ما رو ازم سر خولا کنه به زمین بزنه حالا که ما رو اینجا گیر کنه بدم ما نمیفهمی چی بود حیات من همین گپ به یاد مامان گرفت مادر میگفت لیلا خدا کله گند نخو نه در سرا من همین میگم میرم بیار مستقیم تا قبل سرا شما بیار به سرا بیار اگه به سرای بازم به تو بیستی هم میدم باز برو خوبه